سلام و خسته نباشید خدمت استاد انصاری گل و همه دستاندرکاران شبکه جانی وصال حق. خدا را سپاسگزاریم که چنان برادرانی در کنار خود داریم، همچون آقای انصاری، مولانا مجیب الرحمن انصاری و دیگر عزیزان گل. واقعا افتخار میکنیم همچون برادران در کنار خود داریم. آقای انصاری، من افغانی هستم، البته تو ایران نقاشم. دیروز یک شنبه یکی از آخوندهای رافیزی به قول شما توی واحد از من یه سوالی کرد، گفت پسرم تو سنی یا مسلمان؟ واقعا من در جوابش گفتم که من بنده خدا و پیرو محمد صلی الله علیه و سلم هستم. اگرچه بحث کردن با بی سوادا کار خوبی نیست. من از شما میخواهم آقای انصاری که در برنامه آن روی سکه راجب به این که آخوندهای رافیزی امروز میخواهن از این اسم یا از این تو سنی یا مسلمان استفاده بکنم، سوء استفاده بکنم، من از شما میخواهم در برنامه آن روی سکه جواب این آخوندا رو خودتون بدیم. آقای انصاری، من که بهش گفتم کار رو ول کردم دیگه، نرفتم سر اون کار. امیدوارم که جواب این رافیزی رو خودتون از برنامه خودتون بدید. من محمد شفیع امینی ام، از هرات، فعلا در ایران زندگی میکنم. خیلی ممنون، دست شما را از دور میبوسم. خدا حفظتون کنه آقای انصاری. سلامت باشید. ببینید برادر عزیز و گرامی، این که به اهل سنت میگن شما مسلمان هستی یا سنی، این سرمنشه این همون عقیده تکفیری است. اگر متوجه شده باشید در این روزها خیلی سر صدا را میندازن، آهای تکفیری ها کشتن، تکفیری ها بردن. این فقط برای فریب دادن مردم است، در حالی که نخستین تکفیری ها همینا بودن و هستند و این دین رافضه‌گری دین تکفیری است. غیر از خودشون همه رو کافر میدونن و ما بارها در برنامه‌های مختلف در این مورد صحبت کردیم که این دین تکفیری است. غیر از خودشون همه رو کافر میدونن، همه رو مستحق جهنم میدونن. شما برادر عزیز گرامی از کسانی که بهترین انسان‌ها بعد از پیامبران رو کافر بدونن چه توقع دارید؟ یعنی در این دنیا شاید برای ما اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو برای یک ثانیه ببینیم، در خواب ببینیم، یا اصلا وقتی که سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو میخونید یا فیلمی میبینید، چه حسی به شما دست میده؟ شما تصور بکنید کسانی که با جان و مالشون در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، با جان و مالشون رسول الله صلی الله علیه و سلم رو یاری کردن، از همه چیز خود گذاشتن به خاطر اسلام و وقتی که در کنار پیامبر بودن غیر از سختی و مشکلات دنیا چیز دیگری رو ندیدن. گاهی شنیدید بگن که قصر ابوبکر در فلان گوشه مدینه بود، قصر عمر در فلان گوشه مدینه بود. در همون خانه های گری در کنار پیامبر زندگی کردن. موقعی که یک سر لشکر عمر ابن خطاب سرزمین فارس رو تار و مار کرده بود و یک سر لشکر روم رو به زانو در آورده بود، مگر در قصر زندگی می کرد؟ در مسجد. سفیر روم وقتی اومد در مدینه گفتن که قصر پادشاه مسلمان ها کجاست؟ گفتن منظورت عمر ابن خطاب است؟ گفت آره میخوام عمر ابن خطاب ببینم، پیامی دارم از امپراتور روم. خلاص راهنمایی کردن تا اینکه دید در نزدیکی مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم در زیر درختی خوابیده بر روی خاک. باورش نمیشد که این خلیفه مسلمان هاست، پادشاه مسلمان هاست. شما چه توقع دارید از این آخوندایی که به اینها رحم نکردن، میخواید به شما رحم بکنن؟
به ناموس محمد مصطفی رحم نکردن. من بارها گفتم ما از شیعیان نمیخوایم که به حضرت عایشه احترام بگذارن، نمیخوایم که اون فضائل و مناقبی که قرآن و سنت برای ایشون در نظر گرفته اونها رو مراعات بکنن یا اصلا قبول بکنن. اینم نمیخوایم. تنها چیزی که ما میخوایم به خاطر گل روی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فحش ندید به همسرش. این کمترین کاری که یک مسلمان میتونه انجام بده. به خاطر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم زبانتون رو از همسرش نگه دارید. بیشتر از این چیزی نمیخوایم. همین کارو بکنید، باور کنید شما برادران مسلمان ما هستید و ما هیچ گونه دشمنی با شما نداریم. نمیخوایم محبت بکنید، نمیخوایم به نیکی یاد بکنید، نمیخوایم فضائلش رو بشمارید، اصلا این کارا رو نکنید. فقط و فقط از شما میخوایم فحش بهش ندید، توهین بهش نکنید. الله سبحانه و تعالی در قرآن گفته النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پیامبر برای شما از نفسهای شما عزیزتر و نزدیکتر است، اولاتر است و همسران پیامبر هم مادران مؤمنین هستند. به همین آیه عمل بکنید و سلام.